و در صحیح مسلم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الدنیا سجن المؤمنی، دنیا زندان مؤمن است و جنت الکافری و بهشت کافر است. دنیا حبس مؤمن است، زندان مؤمن است و جنت کافر است. حدیث در صحیح مسلم است، شک و شبهه نیست، غباری ندارد. وقتی که حافظ ابن حجر رحمت الله علیه قاضی های مصر بودند، قاضی القضات میگن، یعنی قاضی کلانی کشور مصر بودند، وقتی که کاروان قاضی از نزد بازار که میگذشت، یک یهودی که در بازار روغن کش بود، روغن میفروخت، در جواز کار میکرد، روغن کشی میکرد، پیش راهی حضرت حافظ را گرفت. یعنی حضرت عموما قاضی ها یعنی حافظ ها داشتن، خدمتگار ها داشتن، چندین اسب ها و عرابه های زیبایی و اسب هایی که در بالاش قالین های زیبا گذاشته شده است، خوشرو با یک سهولت میگذشت که همین یهودی پیش راهی حضرت حافظ را گرفت و گفت یک سوال دارم. میشود گفت این اعتراض به شریعت، یک حدیثی پیغمبر است صلی الله علیه وسلم که به حقیقت و به واقعیت درست نمی آید. پیغمبری شما میگوید که یهودا از شریعت ما گاها با خبر میشن، میخوانن. پیغمبری شما میگوید که دنیا برای مؤمن زندان است و برای کافر جنت. این چیزی که ما الان میبینیم این خلاف گفته پیغمبر است. ببین تو یک قاضی این سرولباسی تو را ببین و این مرکبی تو را ببین و اسبهای تو را ببین و لباسهای تو را ببین و این لباسهای بوی آلود و روغن آلود بویگین مرا ببین. بعد حضرت حافظ یک جواب بسیار عجیب دادن که این جواب را عبدالرؤوف مناوی در کتاب فیض القدیر خود می آورد. حضرت میگویند که وقتی که شخص مومن به جنت می درآید می داند که این دنیا برایش زندان بوده است. وقتی که زندان، واقعا این دنیا زندان است. وقتی که ناز و نعمتهای جنت را می بیند، بعد درک می کند که او در دنیا در زندان بوده است. و وقتی که شخص کافر به دوزخ پرتافته می شود، می گوید که دنیا براش بهشت بودگی اش را بعد حس می کند. دنیا واقعا نسبتاً به دوزخ بهشت است. و این حدیث واقعا یعنی که صحیح است که دنیا برای مؤمن زندان است